معنای بهشت چیست؟ شاگرد گفت مادر. استاد باز پرسید معنای مادر چیست؟ شاگرد جواب داد فرشته زمین. استاد خرسند شده باز پرسید تا به کدام درجه مادرت را دوست می‌داری؟ طالب علم با سخنانی غم انگیز گفت تا به درجه‌ای که نمی‌خواهم از جنت برگردد. استاد حیران شد و گفت ساده در فهمان؟ شاگرد باشد با چشمانی اشک‌آلودش گفت من مادر ندارم. من از مادر محرومم. دوستان، مادر را غنیمت دانید، زیرا که با این غم و درد می توانید هر لحظه این فرشته را از دست دهید. بعد مرگش در سر قبرش گریستن ها چه سود؟ بعد مرگش در سر قبرش گریستن ها چه سود؟ از قفای تابودش صداد گفتن ها چه سود؟ حالتی که زنده بود قدرش نکردی ناخلف، سنگ بیجان در سر گورش گذاشتن ها چه سود؟ سال و ماه بیمار بود یک بار نرفتی دیدنش، این زمان بالای خاکش پا نهادن ها چه سود؟ خواست باره تا ببینی قامت خمگشته اش، رو به سوی خانه‌اش اکنون دویدن ها چه سود؟ 347 سال این همه بیهوده است، مثل کرگس روی خانه‌اش این پریدن ها چه سود؟ دست بر سوی خدا بردار و عمر زاره کن، توبه در درگاه اوست، از این و از آنها چه سود؟ تو یقین دان قرض فرزند این فدای والدین، ور از این بودن ما و تو در این دنیا چه سود؟ ور از این بودن ما و تو در این دنیا چه سود؟